سلام، خیلی خوش اومدین به کانال آلمانزی. من محبوبم به همراه پرهام. سلام، خیلی خوش اومدین. اومدیم تو این هوای سرد زمستونی، واقعا خیلی سرده، فکر کنم دمای هوا منفیه. درباره این حرف بزنیم که چی شد که ما تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم. راستش این تصمیم اصلا یه دفعه‌ای نبود و جالبیش اینه که اولین بار پرهام این جرقه رو توی ذهن من روشن کرد، چون که من اصلا به مهاجرت فکر نمی کردم، اصلا قصد این کار رو نداشتم. اون روزی که اومد بهم گفت که به نظرت میتونیم یه جای دیگه از دنیا یه کیفیت بهتری از زندگی رو تجربه کنیم، این فکر کم کم برام جدی شد و تبدیل شد به یه مسیر واقعی. من توی ایران کارشناس اتاق عمل بودم و کاری بود که واقعا دوستش داشتم، ولی دیگه کم کم داشت برام فرسایشی میشد این کار، چون که حقوقی که اصلا با حجم کار نمیخون، مسئولیت‌های سنگینی که داشتیم و همکارامو میدیدم که یکی دارن مهاجرت میکنن و فکر مهاجرت توی سرشونه و بعد اونایی که مهاجرت کردن از کیفیت بهتر زندگی دارن حرف میزنن. همین شد که این فکر برای من خیلی جدی و پررنگ شد و خودش شد انگیزه‌ای برای اینکه زبان بخونم و بخوام مهاجرت کنم. منم کارمند بانک بودم تو ایران. شغلش از بیرون خیلی خوب به نظر میرسه، ولی برای من خیلی خسته کننده و تکراری بود و با روحیات من اصلا همخوانی نداشت. آره، هر بار پرهام میگفت که حس میکنه که توی قالب ثابت گیر افتاده و کارمند بانک بودن توی ایران خیلی شغل خوبیه، خیلی از بیرون وجه خوبی داره برای مردم، ولی واقعیت اینه که وقتی خودت از اون کاری که انجام میدی رضایت نداشته باشی، اون شغل رو دوست نداشته باشی، اینا همه فقط ظاهر ماجرا میشه. ما همیشه به هم دیگه میگفتیم که مهم این نیست که ما فقط کار داشته باشیم، مهم اینه که واقعا از اون کاری که انجام میدیم یه احساس رضایت درونی داشته باشیم تا احساس فرسودگی بهمون دست نده. از طرفی ما هر دومون عاشق سفر کردنیم و چند تا کشور آسیای شرقی هم موقعی که ایران بودیم رفته بودیم و دیده بودیم و همین تجربه باعث شده بود که دنیامون بزرگتر بشه. ولی با تورم شدیدی که توی ایران وجود داشت، عملاً سفر کردن به کشورهای دیگه برای ما داشت میشد یه رویا. میدیدیم داریم کار و تلاش میکنیم به اندازه خودمون، ولی دیگه حتی یه سفر رفتن به حتی یه کشوری که نزدیک ایرانه برامون دیگه داشت غیر ممکن میشد. استرس‌های روزانه‌مون هم که کم نبود، هر روز یه چالش جدید داشتیم. همینا باعث شده بود که ما نتونیم حتی برای آیندهمون تصمیم بگیریم، برنامه ریزی کنیم و هیچ پولی پس انداز کنیم. انگار که فقط داشتیم دووم می آوردیم و کیفیت زندگیمون رو اصلا دوست نداشتیم. همه اینا ما رو به این نتیجه مشترک رسوند که شاید وقتش دیگه یه فکری به حال زندگیمون کنیم و بخوایم که یه زندگی جدید رو تجربه کنیم، جایی که بتونیم برنامه ریزی کنیم برای آیندهمون، بتونیم سفر کنیم، رویایی که همیشه داشتیم و داریم، و اینکه یه جایی باشه که یه کم نفس کشیدن برامون سبکتر باشه. در نهایت دیدیم انتقال مهاجرت برای ما هم منطقی هم لازم و همین شد که تصمیممون جدی شد و مهاجرت شد شروع یه مسیر جدید توی زندگی ما. الان چند ماهه که توی آلمانیم و از اینجا به بعد میخوایم تجربه هامونو با شما هم به اشتراک بذاریم. امیدوارم که شنیدن این تجربه ها بتونه به شما یه خدمت کوچیک کنه و توی تصمیم گیری درست راهنماییتون کنه، کمکتون کنه، براتون مفید واقع بشه. پس حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. ممنونم از نگاه زیباتون. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک و حمایت های شما باعث دلگرمی ما میشه تا ویدیوهای بیشتری درست کنیم. حتما برام کامنت بذارید، من همه کامنت ها رو میخونم، دونه بدونه جواب میدم. ممنونم از نگاهتون. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ. خداحافظ.